ببینید تو روایات یه عده از صراط رد میشن میفتن تو جهنم. موقعی که فاطمه زهرا میخوان از رو پل صراط رد بشن، ریشه های چادر فاطمه آویزونه. اینایی که جهنمی هن دست میزنن به ریشه های چادر فاطمه و خودشونو نجات میدن، جهنمی رو نجات میدن. اما اونایی که تو دنیا ارتباط برقرار کنن، آخرت اینجا نتیجه میگیرن. خدایا تو شاهدی، ما در عمق جانمون محبت فاطمه هست. خدایا تو شاهدی از ناملایمات و مصائب فاطمه زهرا خدایا ناراحتیم. خدایا تو میدونی اونایی که به فاطمه زهرا دشمنی کردن، ما قلباً از اونا اظهار نارضایتی میکنیم، لعنشون میکنیم، علنی هم لعن میکنیم، به علت اینکه میبینیم اینا چه ظلمهایی به فاطمه زهرا کردن. اینایی هم که اومدن ماسمالی کنن و مصائب فاطمه رو نادیده بگیرن، در درجه اول دعا میکنیم که خدا هدایتشون کنه و اگر قابل هدایت نیستن، خدای متعال کیفر اعمالشون رو به گردنشون بیندازه. السلام علیک یا سیدت نساء العالمین، السلام علیک یا بنت رسول الله، السلام علیک و رحمت الله و برکاته.